این افراد که نور دیده من باشه، برادرمان باشه، پدرمان باشه و حتی اگر خودمان باشه، حق نام خداست، من حق را میگم. درست. کسی که متهم به فساد است، خیانت کرده بر افغانستان، باید محاکمه شود، او که هر کس باشه. و نیت و دیدگاه امارت هم این است که این کمیسیون به خاطر از ایجاد شده که افراد فاسد از طریق این کمیسیون بیاید و سرمایه‌اش در افغانستان یا در بیرون حفظ شود. این یک پروسه ملی است، یک پروسه شفاف است، یک پروسه عزیز که امارت اسلامی آغوش خود را باز کرده. او کسایی که از ترس نمیتونه که بر افغانستان بیاید و یا ای که میخواد که از افغانستان بر طریقی که برای که بازم امارت اسلامی که خدای نخواسته ظلم میکنه یا مثلا بالاخره از ترس و وهم امارت اسلامی میخواد فرار بکنه، امارت اسلامی بر از اونها اطمینان میده که نه، افغانستان خانه مشترک هم است.